نون با آرامگاهی میر سعید علی حمدانی با نام معلومی حضرت امیر جان قرار داریم. خیلی ما می‌داریم یک زیارت میکنیم، با شما هستیم، با ما باشید. بینندگان گرامی، شما چخیلی که دیده ایستاده در آنجا انا آرامگاهی میر سعید علی حمدانی یعنی با نام حضرت امیر جان است. خیلی ما اگر مانند اینجا رفته زیارت میکنیم و با شما هستیم. ارجمند عین حال ما در شهر بوستانی کولوب در حضرت امیر جان معلوم و مشهور با میر سعید علی حمدانی در آرامگاهی همون شخصیتی بزرگ قرار داریم. عین حال ما برای با زیارت این شخص رفتن، پیش از زیارت این شخص ما باید طهارت میکردیم. عین حال ما در طهارتخانه این آرامگاهی این شخصیت بزرگ قرار داریم. سپس پس از طهارت کردن ما با تماشا و زیارت این باغ زیبا، این دیار خوشمنظر سفربر می شویم. کنون ما در صحن حوله مقبره میر سعید علی حمدانی قرار داریم و در اینجا نفرانی گویم نفرانی که با آنها وظیفه‌دار شده است موظفند در اینجا کار و فعالیت کرده ایستادند و در اینجا ما شاهد آن گشته ایستادیم که نفرانی زیاد از هر گوشه و کنار تاجیکستان و بیرون از آن نیز آمده این مقبره شخصی بزرگ و به نهایت هم گرامی را زیارت کرده ایستادند و حالا ما با همراهی برادران خود از تمام منطقه‌های تاجیکستان از جمله یکی از نفران ما که دولتزاده حسین از شهر کولوب در اینجا حضور دارند، با رهبری اینها ما با اینجا تشریف آورده‌ایم و شخص دیگر که از شهر بوستانی حصار در اینجا حضور دارند محترم جناب مسرور و باز از یک گوشه دوردستی ناحیه فیض‌آباد در اینجا همایزاده نسیم جان حضور دارند و این شخص برنده امروزه ما همراه فردوس از منطقه کوهی از یک گویم از یک بلندکوه‌های تاجیکستان یعنی از ناحیه عینی از دهه مرزیج در اینجا حضور دارند و خود من خالص کامران ای شهر دوشنبه ما برای دیدن نمودن شخص بزرگوار یعنی حضرت امیر جان مشهور با نام میر سعید علی حمدانی آمده ایم و از این شخص بزرگوار دیدن نموده ایستادیم و از گرد و اطراف مقبره نیز این چونین و حالا سخن رو با دولتزاده حسین که از شهر بوستانی کولوب خیلی که برادران ما گفتن عین حال ما و داخل این آرامگاهی این شخصیت بزرگوار حضرت امیر جان با نام میر سعید علی حمدانی با این داخل این آرامگاه می رویم و داخل همین مقبره می رویم و در نزد اون یک دعا میکنیم، سپس به تماشای این باغ سفربر می شویم. بینندگان گرامی، چطور که شما ببینید اینجا یکی از موقع توریستی سیاحی شهر کولوب می باشد که از تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان و اینجا به زیارت می
این حال ببینید بینندگان گرامی، ما با مقبره میر سعید علی حمدانی نزدیک میشویم و ما با داخل آن در آمده را زیارت میکنیم و چی طور که میبینید از تمام گوشه و کنار جمهوری و اینجا زیارت آمده ایستادن. تمامی شخصیت های بزرگ از تمامی گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان اینجا میبینید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه بخشیدیم ثواب این و یدهای کلام ربانی صلوات معظم کرم را اولا خاصتا زیادتا به روح بهترین اولاد بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برسانید. روحانیت میر سعید علی حمدانی قدس الله و ارواحهم با امرای اهل بیتشان برسان. زیارت اهل این جماعه را قبول، مراد و مقصودها را حاصل، حاجتها را روا بگردان. توفیق هدایت یا دو سفر خداوند سفر نیک اقبال آورو به حرمت لا اله الا الله امانتا. کنون ما از این مقبره شخصی بزرگوار یعنی با درون مقبره در آمده دیدن نمودیم و از این آگاهی پیدا نمودیم که در این مقبره همسر ایشون و اولاد ایشون در این مقبره یک جای از 12 نفر اولاد ایشون حضور دارند که شخصی اساسی این خود میر سعید علی حمدانی می باشد که ما از آن هم دیدن نمودیم. اکنون ما با آن آرامگاه قدم رنجه نموده ایستاده‌ایم و در پهلوی ایشان میر سعید علی حمدانی شخص در این آرامگاه نیز خواب است که از این ایشان دیدن نموده برایتون معلوماتی مفصل پیشنهاد می نماییم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إله يوم بخشين ثواب سمنا إسراء سلام ينظر برجاجي حق سبحانه وتعالى جل جلاله ورحانة حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم
مولای هم بابام حضرت میرسید ҳамадонӣ شریف رحمان شاهده جناب جوانی خدای تعالی زیارتی فرزنده را قبول گردان، عمر دراز، بخت سفید، خانه آباد نصیب خدای تعالی فرزنده سالم صالح و قرآن خوان برای فرزنده عطا گردان، زیارتشان قبول گردان، مراد را حاصل گردان. هر مراد هر مقصد شان خدای تعالی مراد مقصد های نیکی دینی و خواهی فرزنده را حاصل گردان. بخت سفید، خانه آباد، دنبال آباد، فرزنده سالم صالح و قرآن خوان برای فرزنده عطا گردان. خدای تعالی صد سالشان بعد از آن خوش کنند. سلامت باش بابا جان. дар дохили ҳамин мақбараи бузург тамоми авлодониш мир Саид Алии Ҳамадонӣ зиёда аз 12 тан шахсиятони наздики эшон аз ҷумла Саид Муҳаммад фарзандаш қарор доранд.